رفته است پینور، اینجا نیست. چه رفته است؟ کجا رفته است؟ از اون که اینجا بود است یگان نشانه نیست، هیچ چیز. چهرهش هیچ نباشه، چهرهش رو از همه مهمش درستش رو همین جای ها در نزدیکی ها بودنش رو فهمیده ملکه. اون کس همینجا بودند در پیش چشمم و پدرم. چه خیلی نفهمیده. فشاری خونتون خوب است. دخترم ملک چی شد؟ چرا این کارو کردید پدر؟ چی رو؟ من نفهمیدم. چی میگویی؟ درباره کارگرتون یوسف میگویم. خیر چی شده است با یوسف؟ همش رو فهمیدیم، دیگر پنهان نکنید. چی را فهمیدید؟ پدری علی بودن یوسف را. پدری علی، پینار و تکین و شما این رو از آنها پنهان کردید. یوسف؟ آی خدایا. انس، شاید در همین نزدیکی هایم. ممکن را یافته توانیم. او بر وقت از اینجا رفته است، نمیابی. و شما چی شده است؟ آخر پدرم را یافتن میخواهم، پدرمون رو. میفهمی انس؟ معلوم شد که او نمیخواهد. اینقدر وقت نزدمون اینجا بود اما نخواست که ما او رو شناسیم. اگه هم راست میگویند انس، ما رو میشناسند، ما رو میدونند که به همینجا به کار در اومدند. خیر چی کار میکنیم؟ همین خیلی انتظار میشویم؟ انتظار نمیشویم، باید فهمیم که چرا از ما میگریزد. همه این رو دانستنمون لازم است. پدر چرا این کارو میکنید؟ آخر هنوز شما صحت نشده اید. حیاتتون رو زیر خطر نگذارید. حیاتم در خطر است، نمیفهمی؟ یوسف تا آستانه درم آمده است. اگر اون حجت به جای در کاری رود حیاتی من میسوزد. پدر دیگر پدرت را نمیبینی. وقتی گپ‌های بیهوده نیست. استاد علی لبای خانم نجمیه. استاد، یک ادوکات آمده بود. جناب شفیق رو پرسید اوید با اجرای کیم کدام کاری مکتب. راستی چی گفتنم رو ندونستم. اویدی مکتب؟ چی باشد؟ در حجره مدیر نشسته است. از برای ثواب رفته یک بینید. فهمیدم خانم نجمیه، خواطر نشوید. روز بخیر. روز بخیر. جناب مدیر شمایید؟ مدیرمون بیمارند، امروز آمده نمیتونم. من یاری داده نمیتونم. اصلا شما کنکور کرده نمیتونید. تنها یک چیز رو باید آگاه کنم. روز دوشنبه باید مکتب رو خالی کنید. نفهمیدم. خیلی شد که برای زمین این مکتب از وزارت معارف به سود دعوا کردیم. همه صاحبان زمین راضی‌اند تنها به استثنای مشتری من. جناب مدیر به مکتوب‌های ما جواب ننوشتند. ما مجبور شدیم که پرونده آغاز کنیم. دیروز سود قرار برآورد و نتیجهش را به شما گفتم. یک مکتب کلان به کجا میرود جناب ادوکات؟ راستی نایبی مونه. این را باید شما در وقت بی جواب گذاشتن درخواست‌های ما فکر می‌کردید. تا روز دوشنبه مکتب را خالی کنید یا حق زمیندار را دهید. معلومات‌های دیگر در حجت هست. تا بازدید. با بابایم چی کار دارید؟
بابایم به این کار چی دخل دارند؟ لبای پینور در بیمارخانه اید؟ ما نزد شما میآییم وزیر. پدرم رو من کرده نتوانستم. وقتی که فهمیدم که جناب یوسف پدر شماست سراسر ما از بیمارخانه برآمده اومدم. وزیر شما در کجایید؟ اکام جناب شفیق رو دیدن میخواهند. در مکتب یک چند مشکلی پیدا شده است. حاضر در خانه بابایم هستیم. پدرم به تهلکه افتادند. نمیدونم که اینجا میمونیم یا نه، اما حاضر اینجا هستیم. فهمو ما حاضر به اونجا میرویم. حاضر در کجایند؟ در خانه امکی جمالند. جناب شفیق از بیمارخانه برآمدن مگر؟ چی حادثه شده است من نفهمیدم. مکتب رو مونده آمدیم. فکرم به بچه ها. میدونند؟ به اونها نگفتیم کو. استاد علی به من گفتند جرر هم فهمید. بچه ها زیق می شوند. باید به آنها میفهماندیم. میبینم که بسیار خورسندید. خیر روز دوشنبه چی کار میکنید؟ من یک به این پهلو یک به اون پهلو تا سیر کردنم خوب میکنم. من باشم به فوتبال بازی میروم. من هم همین خیل بچه ها. بیهوده ارزو نکنید هیچ چیز نمیشود. شوخی میکنیم جرین. اصول است مگر یک مکتبی کلان رو خالی کردن. چه خیلی که میگویند ناامید شیطان است. یکی راست باشد چی؟ یکی در حقیقت روز دوشنبه مکتب رو بندند. اگر در حقیقت بسته شود چی؟ البته خوب نمیشود. همه رو به مکتب‌های گوناگون میفرستند. صنف نو هم سیمفونی نو مشکل میشود البته. کی میداند که به کدام مکتب میفرستند؟ دور باشد نزدیک باشد چه خیلی نو به اینجا پیاده میآییم. راستی با من فرق ندارد. من قریب 10 مرتبه مکتبی واس کردم. باز معلمانی نو خوب یا گنده همه معلمان اینجا رو میشناسیم. از همه بد برایم اگر مادرم بیکار مانند. شوخی کردند شوخی. با گوشهایم شنیدم که چه خیلی استاد علی با استاد عمر فهموندند. به فکر من بچه ها این کار خیلی جدی است. استاد علی خیلی شوخی ها ندارند. این یک بازی است برای ترسانیدن ما. مکتب رو نمیبندند. به همه شما گناهگارید پدر. پدرم و دخترم برای مرا از بین بردن تا آستانه در آمده است. شما یک دهان گپ نزدید. گوش کن پسرم، هیچ وقت حق مظلوم بالای ظالم نمیماند، یا در دنیا یا در آخرت. معلوم که در طینت تو روانشناسی هست که این فرصت به تو نصیب گشت. فرصت را از دست مده، به گناهت اقرار شو. من گناه ندارم پدر. ندارم گفته خودت را فریب نده. فردا اگر روبرو کنم بعد شرمنده میشوی. فکر کن پسرم. مرا نصیحت نکنید و در کجا بودنش را گویید. با حجتی داده‌تان تیاری دیده به نزدم می آید. نمیدانم، میدانستم هم نمیگفتم. اگر این کارو کرده میخواست که ها باز میکرد. تنها یک هم دارد، با فرزندانش یک جا بودن میخواهد. نخواد همین رو حال هم نفهمیده باشید. با فکرم علی با پینار آمدند. باید این مسئله یگان گم نزنی باز. تو دیوانه شدی؟ با فکر در یک شهر کلان او رو یافتن آسان است؟ باز اگر از تو گریزد پنهان شود؟ من میوبم، پدرم رو میوبم، برادر و اپام نتوانستند، من میتوانم. چی خیل میکنی؟ فال میبینی که پدرت در کجاست؟ یک نقشه دارم، با من هستی یا نه؟ تا روز دوشنبه مبلغ رو نیابیم دیگر لیسه بلد وجود داشته نمیتواند. جناب شفیق طلبه ها را به دیگر مکتبات تقسیم میکنند. اینقدر طلبه در زمستان سرد در بین سال پراکنده میشوند. اونجا نه تنها مکتب است پدر، مثل خانه همون. با طلبه ها مثل یک عائله هستیم. اکنون پراکنده شویم دیوانه میشوم. شما مدیر مکتبید، خواستیم به شما خبر دیم. چهله که گفتید مبلغ لازم. ما والدین بای داریم، با اونها مراجعت میکنیم.
من با خانم خندان صحبت میکنم. شما رفته جناب طاهی را زیارت کنید. این طور باشد وقت غنیمت. با اجازت شما من هم میروم. لازم نیه، ما با استاد عمر حل میکنیم. تو بازید. من هم میروم. شفیق پسرم، میدانم که غمگین هستی. تو را خطاهایت به این احوال آوردند. باز با خطای دیگر این خطایت را اصلاح نکنی پسرم. مانده نباشی. سلامت باشه دکه جمهور. مرحمت، خوش آمدید. خوش باشی. معلوم شد که اگر گریزی جای پنهانت اینجاست. اما با کسی نگویی. قریب تمام کرده. برای کودکان هدیه. همین هوا خوب شود خدا خواهد آنها را میارم. من از خود اما از دست علی کار می آید. با من یاری می دهد. اینجا بسیار جای خوب. بله بسیار جای خوب. برای فکر کردن جای مساعد است. بله اما تاسوس کردن اینجا با کسی نگویید. مایلش این سر هر دویم. مایلش یوسف مایلش. شما با کجا بابا جان؟ کمی هوای تازه گیرم دخترم. در هوای گشاد ممکن دلم تسکین بیابد. من فهمیدم این کار جدی است. با فکر من هم اگر چاره ناندیشیم مکتب رو میبندند. از دست ما چی میآید؟ آخر نامی من امره باشد من این پول رو میابم اکا. اکنون چی خیل؟ بسیار آسان. میرویم از یکان آدم پولدار پول میستانیم. اما با کدام راه اکا؟ با کدام راه پول را میستانیم؟ با هر راه جانی اکا، با هر راه. اکنون این بچه دیگر راه گشته نمیتواند. بله دوستا بینید راه گشته نمیتواند. حرکت ندارد. بیچاره بچه جوان حیف شد. لیکن من نفهمیدم چرا او را به اینجا آوردی. من رفته کیف و صفا کند آخر عمرش را خوب گذراند. آخی آخری خواهشم استاد. آخری خواهش استاد. برای همین اومدم. شوای شما گذرانده بود از بینید. من هم با شوای شما گپ میزدگی شدم. باز کسلی تو گذرانده نباشد ها؟ نه استاد هر کس نمیگذارد. اما اگر گذارد تو مرگ برده میرساند. و من یاری ده استاد. اگر ماشین رو گرفتن خویی من نلک فروختم 14,450 لیره با پول کهنه 17 میلیارد و 450 میلیون. یعنی ماشین رو پول کردم. خوب کردید پول کردید دوستا. یعنی اگر شما نمیکردید با خودمون میکردیم. وقت میگذاشت. وقت گفتی؟ بعد این بچه رو چند سالی عمرش مونده است؟ دکتران چه گفت؟ دکتران گفتند که دکتران چی گفتند؟ بینید اکا زبانی برادرم نمیگیرد. گفتن نمیتواند. دکتران گفتن که تا روزی زنده ماندنم محال است. یعنی گفتن که روزی دوشنبه ساعت رسا 12:45 از دنیا چشم بپوشی. دروغ همش دروغ. عصبی شدم. از گذرانفی بین وای باور نکرد. دروغ است میگه.
این دخترها را بینم نخود در روی بیمار همین طور گویم. بیچاره جوان هستی حالا زیر شدم. از دستی من چی هم می آید؟ آخیران خواهش دارم استاد. بگوی جانم بگوی. بجا می آرم دادرکم. آخیران خواهش استاد. شما را دیدن و با شما ویدو کردن از استاد. شدم؟ جانم فدای تو، جانم فدای تو. مرا اینقدر دوست می داشته ای برای دیدن من. که ادریس آمدی؟ یه دقیقه دکتر. الو لبای دکتر میدونم که میمیرم. میروم الویدوم. دکتر چی؟ دکتر گریه کردن میخواهم دکتر. معجزه. خدا را شکر معجزه. چی گپ شد؟ با تو چی شد پسرم؟ داروی دردم را یافتند. طول بلند زنده میمونم گوی. زنده بودی زنده میمونی. اما پول ندارم که دارو خرم. سکه ادریست زنده است آخه. چند پول شود خودم میدیم. استور ازان 17,450 لیره با پولی کوهن 17 میلیارد و 150 میلیون لیره. قسمت را بینم. من ماشین را راست همین قدر فروختم. کار خدا را بین. اگر بایگون کس گویم باور نمی کند. پول در همین جا. من عذر می آورم. زحمت نکشید. تشکر استاد. حالا ایست باز اینجا یگان نیرنگ نباشد. من میفهمم و فکرم اینجا چی گتی هست. نه این کارو بین. باز دکتر شما را فریب ندهد. پول را گیرد و دارو را ندهد. نه استاد دکتری خوب است. من پیش از این بیماری عیناً مثل همین بیمار شده مرده بودم. بعد دامت رو گیر. بسیار دکتری با قوت است استاد. این طور باشد نقص. از نوم من به او سلام رسانید. گوید که استاد ادریس هیچ وقت فریب نمیدهد. عیناً همین. آی چیز راو امره پول را دیده شفا یافت. انا باز یک معجزه دیگر. سگ همه کار رو ویران کرد. قریب بود پول رو گیریم. در نقشه این سگ لعنتی نبود آخی. مایلش اکنون از روی نقشه بکار میکنیم. اکا شد باز یگان بالا بسر ما نماید. تو فقط گپی من رو گوش کن و دیگرش کارت نباشد. بین برای مکتب چی کارها نمی کنیم. اقلا بعد این نجات دادن مکتب هیکل ما رو گذارند. در روزی روشن آدم رو زدند. چیکار شد؟ ایستن من دکترم. وظوفه‌های درونی این پسر آسیب دیده است. بسیار خطرناک. کمش 100 میلیارد لیره صرف می شود. پولش رو شما می دیدن؟ چه پول؟ دوای دردین رو من خودم میدونم. اینجا بیا. پول برای مشکل خراشی دیدی؟ ببینی هم قرباش نماندن. یکون کرکو خونه شد مرا نجاده. با پولیس زنگ زن. پلیس نمی شود برادر.
با فکرم با وزارت جنگل زنگ زنه. اکا من از شبکه نشنل گئوگرافیک هستم، خبرنگار استانبول. صورت شما را گرفتن ممکن است؟ و شبکه میفروشیم پول کار میکنیم ها؟ چی میکنم نشبازه؟ اونده صدایی؟ بازه من پاک شوید. کاش که نزد پدر برق نمی رفتیم. در این وقت بحران کسی اینقدر پول را یک بارا برآورده نمیدهد. با گمانم راست گفتند. یعنی پول نداشتن در حقیقت خلاصه مکتب را از دست دادیم. امید و باوری را از دست نداده کار را تا آخر رساندن لازم استاد. وضعیت چقدر مشکل نباشد برای آدمانی که زحمت میکشند و ناامید نیستند خدا خودش قوت میبخشد. همه وقت نه استاد. نفهمیدم. مثلا بیمارانی که دیگر با آنها یگان نمود مدد فایده نمیبخشد، تنها مردن رو انتظارن، روز میشمورند. این رو تنها خدا میداند. یعنی روز مردن ما را. بیمار نه، آدمی هست که سحر از خانه برآمده میمیرد. این باز بدتر است. کس روزی مردنش را داند، با اون نگاه کرده زندگی میکند. هر شب به فکر اون که سحر زنده میخیزد یا نه خواب نمیکند. اگر داند ناامید میشود استاد. این است که هر روز مثل مکتوبی است که به دوستانمون می نویسیم و باید انسان اون مکتوب را از تحت دل نویسد، چون که بعد از این دنیا رفتن با آنها تنها همین چیز باقی میماند. لابای جناب مله پگو حاضر کمتر کرو وزنین، وقت هم ندارم. خیر میلش، مادامی که اینقدر خواهش کردید وقتی افتن نزدتون می آیم. تشکر. جناب مله؟ بله، دوست درینه اویله امو. چخیل با کار گرفته شد، چخیل تکین را یافت نفهمیدم. تکین چی؟ میداند که او پدرش است؟ میداند. انیق چی شده ایستاده است نمیدانم، اما وا نخوردند. یوسف باز گم شد. اکنون تکین برای افتنی او می رود، از خانه دور می شود، دیگر بر نمی گردد. من این آدم را سال هاست که می شناسم خانم خندان. بسیار آدمی خطرناک است. اگر تکین او را یابد حیاتش می سوزد. تکین را نه تنها از دست می دهد بلکه روزی می شنوید که او در حبس خانه است، چون که این آدم خودش حبس شده بود. این را باید پیشگیری کرد. چی ها میگوی جناب شفیق؟ از دست من چی می آید؟ شما زنی توانا هستید خانم خندان. شناسی زیاد، دوستانی زیاد دارید. البته این مسئله یوسف را از ریشه‌اش حل کرده می توانید. اگر این آدم بمیرد تکین در مدتی کوتاه‌ترین به نزد شما برمیگردد. شما تنها برای تکین این دپا را نمیگویید. چرا شما نسبت او اینقدر خشم دارید؟ گفتم که من او را دیر باز میشناسم. من سبب حبس شدنش شدم. آدمی خوب نبود. برای آینده طلبه ها من این کار را کردم. اکنون او از من قصاص گرفتن میخواهد. یاسین این من وا خوردنم لازم. نه در کارخانه نمیشه و طریق تلفن هم نه، در بیرون وا میخوریم. میدونستم که به اینجا می آید، اما راستی اینقدر زود آمدنتان را تخمین نمی کردم. من هم حیران شدم وقتی تو را اینجا ندیدم.
میدونستم که همینجا میایی. برای آوردن خوراک رفته بودم. مرحمت. با او گپ زدم خانم خندان. پر را دیم کار را حل میکنن. فقط آنها آدمان خطرناک خانم خندان. با آنها سر و کار گرفتن خوب نیست. اما اگر قرار شما قطعی باشد آنها برای این کار تیارند. ба номи ту навиштам. пулро дар дасташон медиҳӣ ёсин. корро ҳал кунанд. سالهاست با شما کار میکنم. هیچ شما را اینقدر خشمگین ندیده بودم. ба ин қарор омадан осон набуд. инсон мемирад охир. аммо маҷбурам. гуфта будам ба ту ёсин. барои писарам дар кор шавад дунёро месӯзонам. بابایم؟ این تلفنی ملک رو باز از آن یو را گرفتن. دخترم این من یوسف را یافتم. اما تو به هیچ کس نگویی. کمتر به خانه دیر میروم. خواطر نشم. ملک دخترم. خدایا چرا تلفنش خاموش کرده شد؟ خوش پیاله ها را هم آوردیم. از قهوه‌خانه نزدیک گرفتم. جای و مکان یوسف را تخمینا فهمیدم خانم خندان. در یک باششگاه. عمیق‌ترش را هم خواهم فهمید. یافتنش آسان. در استانبول چند باشگاه هست که گفتم ممکن به رفیقان خبر دادن میخواهد. یوسف چرا این کار رو میکنی؟ چرا؟ چرا با این کار بازی میکنی؟ از فرزندانت جدا در اینجا زندگی کرده نمیتوانی. بس کن از آنها پنهان شدن را. از نو آینه برپا نما. دیگر نمیتوانم اکی جمال. حجت را پرتافتم. چی؟ نتوانستم. بعد این قدر سال نخواستم که شما را با دست خود از فرزندتان جدا سازم. اکنون قول دید اکی جمال که با فرزندانم جای زیستم را نمیگوید. من سالها باز از آنها جدا زیستم. اکنون آنها را از دوری نگاه کرده عمر به سر میبرم. من این کار رو کرده نمیتوانم یوسف. این فکرت منطقا نادرست است. از شما تنها همین را میخواهم. قسم خورید که جای مرا به آنها نمیگوید. بیهوده فکر نکن. ما این پول رو نمیابیم. تقایم امریکا رو یافتم. ارخیلت قوای برداشت عمر رو یافته باشد. من راهی از تقایم پول برداری رو یافتم. تقایم تقا جانی تاجری من. دیوانگی نکن. تقایم اینقدر پول رو به تو نمیدهد. میدهد. پولداری با قوت است. حساب کند تمام. بین
این گلابی یعنی بین سفید و گلابی بر این دروغ می شود. دروغ هم حساب نمی شود. هم اگر برای خودم یگان چیز خواهم نامرد باشم. الو تاقو یک کاری گنده شد. تاقو با خونمون هجوم کردن. دادم او چند و مرد رو اسیر گرفتن. اگر با صورت حسابی من با این 2 دقیقه 250,000 لیره نگذرانید آنها رو میکشند. شد موفق شده او حاضر پول رو میگذراند تقویم. بیرب کن حیوان الان میبینی که از من چه شلاق میخوری متهم. تقوش مو که به خونه ما اومده؟ فراموش کرده باشی به یادت بیارم جناب امری، اینجا خانه خواهری من. برای اومدن از تو اجازت نمیپرسم. کنی اینجا بیا میگم محمد متهم اینجا بیا. اکنون مرا نجات ده. جناب طاهر هم به ما یاری رساندن نتوانستند. ما حق نداریم که اینقدر پول رو از والدین خواهش کنیم. بر وقتتر باید به وزارت خبر میدادیم. اوف پدر، نخود به این کار بی‌اهمیتی کنید. شما چی کار کردید؟ چی؟ صحبت با خانم خندان نتیجه داد؟ افسوس، او هم به ما یاری دادن نمیتواند. خواطر نشوید، من خودم روزی دوشنبه با ادوکات وا خورده همش را حل میکنم. اگر حل نشود چی؟ ما چی کارهای را حل نکرده ایم خانم پینار. حاضر به خانه رفته استراحت میکنم. امروز بسیار مانده شدم. با من این کار حل شونده نمی نماید. با من هم. اما معلوم که دیگر از دستمون هیچ چیز نمی آید. در اصل من یک فکر دارم اکا. چی؟ حضر وقتی وقتی به خونه برگشتن میفهمم. پینار، این فکر خوب اما باوری داری؟ پول خودم است. خیلی که خواهم همون خیلی استفاده میبرم. خیلی شد نرسیدم. ممکن خیلی جمع شده باشد. شاید باز فکر میکنی. آخر این پول کم نیست. این پول است اکا. از مکتبی که در اونجا هزارها طلبه درس میخونند بالاتر نمیایستند. شما بخیر. کلید در تگ خولیم بود. فکر کردم که علاقه خوبید. هیچ گم نه. خوش آمدی. گرسنه نیستی؟ برایت خوراک تیار کنم؟ اصلا برای یک چیزی رو از شما پرسیدن اومدم. یک گروه آدم ها هستند. پدرم رو یافته میتوانند. اما برای این پولی زیاد لازم. مادرم هیچگاه با من اینقدر پول نمیدهند. شاید که شما پول دارید و برای این کار صرف میکنیم. الو؟ مایلش در وقتش همونجا میشوم. کی زنگ زد؟ هیچ کس. بچه های خودمون برای همون کاری مکتب. بابا خیلی خواطر شدم. اصلا به تو زنگ زده بودم اما گپ نزدی دخترم. زنگ زده بودید؟ تلفنم تمامی روز اینجا بود. حقیقتا زنگ زده اید. خیر بعد جناب یوسف رو یافتید بابا جان؟ یافتم دخترم. خبری خوش. من به پینار و علی خبر دهم. بابا التماس بسیار خرسند میشوند. نمیگویم ملک. چرا نمیگوییم؟ یوسف نمیخواهد که او را یابند و من قول دادم که به فرزندانش نمیگویم دخترم. آخر چرا؟ پینار باز یک بار دیگر فکر کن.
من با فکرم استوارم اکا. نمیدونم چقدر شده است، اما شاید پول زیادتیش رو برای یافتن پدرمون استفاده میبریم. این کار با عقلم راست نمیآید. تو بازدی. سلام، من پینارکچم. با شما حساب شده بودم. همه پول رو گرفتن میخوام. البته خانم پینار. اگر ادوکات نام مشتری رو گوید ممکن که او را برای از دعوایش گذشتن راضی کنونیم. میپرسیم، اما اگر راضی کننده نتوانیم پول رو گرفتن نمیتوانیم. خانم پینار ببخشید، اما در حسابتون دیگر پول نمانده است. چخه؟ تقریبا 2 ماه پیش مادرتون همه پول ها رو گرفتند. چخه شما پول های ما رو به دیگر کس میدید؟ اینجا ایضاح موجود است. پول با یک وکالتنامه عمومی داده شده است. چنین وکالتنامه داده بودی؟ سالهای پیش. خدا جزایشون رو دید. آنها همون وقت نقشه کشیده بودند. بخیر است دخترم در این سحر و زیارتی پدرت آمدی؟ نه، شاید شرم میکنید گفته برای فهماندن واقعه ها آمدم. شاید شرم کرده در حیاتتون یک کاری خوب میکنید. واقعه ها رو؟ آنی که شما حیاتش رو، عائله‌اش رو، فرزندهایش رو محو کردید. شما رو بخشیده است پدر. شما رو به خدا حواله کرده است. حجت ها رو گرفته به آب پرتافته است. به همه این ظلمت ها نگاه نکرده شما رو حبس نکرد پدر. چی؟ از کجا فهمیدی این را؟ از کجا فهمیدنم رو چی کار میکنید پدر؟ رفته به فرزندانش فهمانید که او بیگناه است پدر. آنها او را یابند، وگرنه انسانی که شما را بخشیده است در فراق فرزندانش از دنیا میگذرد. به علی فهمانید پدر. به پینار، به تکین هیچ نباشد در عمرتون. اقلا یک بار کاری درست کنید. خدایا من چیکار کردم؟ یک طرف ایستا. سوزن زودتر سریع از نباشه. سوزن خاموش بایسته 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 بزنید خاموش بزنید بایسته بایسته خاموش بایسته رفته. اگر استاد علی فهمند که ما در روز تعطیل با مکتب اومده ایم چشمانش پریاب می شود. والله بچه ها از خودم بسیار شاد شدم. با فکرم درس خوانی رو هم آغاز میکنی ها؟ دادر، درس خوندن در باطن من وجود ندارد، اما من صحت شدن میخواهم. دکتر گفت که تقریبا بعد 6 ماه درس خوانی را آغاز میکنی. دکتر چی؟ و تو مغز سر میماند؟
бачаҳо шӯхиро монеду чӣ кор карданамонро гӯед. ҳамаашро текин медонад. аввал ин ки ҳикояи бастани мактаб дуруст аст. агар рӯзи душанбе пулро надиҳанд мактабро мебанданд. ана дидед ман нагуфтам. яъне рост будааст. акнун чӣ кор мекунем? дар асл мо як фикр дорем, аммо خدایا این چی کار است که ما کردیم؟ ما خطای بزرگ کردیم. جناب شفیق من نزد شما میرفتم. خطا میکنیم خانم خندان. بزرگترین خطاستیم. یوسف این خیلی آدم نیست. آنها را باید من کنیم، پیش راهشون را گیریم. شما را آگاه کرده بودم که آنها خطرناکند. کار را که آغاز کردند اکنون من نمیکنم. مادامی که به تلفن هایمان جواب نمیدهند ما آنها را از دفتر کاریشان میابیم. کمتر تیزتر خانم خندان. باز جای یوسف رو هم با آنها گفتیم. اگر او را یابند تمام. همینجا مرحبا. چند شد؟ دویم. همینجا خانم. احتیاط باشید. فراموش نکنید آدمان خوب نیستند. دیروز همینجا بودن؟ اینجا یک میز بود؟ اینجا باز کاتبه؟ آنجا دفتر کاری بود؟ معلوم که برای خودشان آفیسی قلبکی ساختند. بعد برای آن که معلوم نشود جایشان رو عوض کردند. با پولی گرفتهشان ده ها آفیس ساخته میتوانند. اکنون چیکار میکنیم؟ آنها را چیکار میابیم؟ من نمیدونم. دفتر نشو اجازه رو انتظارم. اجازه داده شد. وظیفه اجرا نشد. تکرار میکنم. هدف گریخت. چی کار کنم؟ بیا هیچ کار نکن. و نقشه بم بگذاریم. ما همان طلبه‌های لیسه بلد هستیم و همه این کار رو برای نجات مکتبمون میکنیم. مرحمت برادر. شما رو برای اون اینجا دعوت کردیم. اکا بینید ما رو دستگیری کنید. البته با فروختن اینها کاری ما حل نمیشود. اونها چیکار میکنن؟ اما اگر این کار رو نکنیم روزی دوشنبه مکتبمون رو میبندند. این کاری ما تنها برای مدد است. ما یک چیز رو میخواهیم. مکتبمون رو نبندند. انتظار دستگیری شما هستیم. برای اون که همچون طلبه از دست ما تنها همین میآید. تشکر. رفتیم. بیاید هموطنان این موجودات سوی با مصر بیاید بیاید بیاید
барои қадар химатам. писарам лиму чанд пул? хола чӣ қадаре ки дид? 10 лира диет 5 том медиҳам. не қимат писарам. кани аз ман 1 лираро гиру 2 то лимон де. боз бақияи пуламро баргардон. саломат бошед холаҷон. холаҷон дигараш барои ман бубахшед. илтимос холаҷон эҳтиёҷ дорем охир. писарам бисёр гап назану бақияи пуламро гардон. ба ҷои бақия боз 5 то лиму диҳам чӣ хола? не намешавад. хола боз 2 то бодиринг медиҳам. намешавад. ин тавр бошад хола. маро бо худ баред. мисли гурба мезанед. не гуфтам ку пуламро де. холаҷон бовар кунед барои худам не барои мактаб охир яъне хайрия холаҷон. ҳамин хел ки буд чаро аз аввал нагуфтӣ? барои хайр бошад ана 10 дигар гир. барвақтар мегуфтӣ охир. ташаккур холаҷон. агар медонистам аз аввал ду бор мегуфтам холаҷон. қурбони шумо. офарин қурбони шумо. یوسف خدایا کجا رفته باشد؟ چی بود از اون گپی مهم؟ با فکرم ببخشید در تشخیص خطا کردیم نمیگوید. افسوس که اینطور نمیگویم. کاش که اینطور میگفتم. گوش کنید. بیماریتون متاسفانه انکشاف یافته ایستاده است. بعد چی؟ اما من باز یک خبری خوش هم دارم. سالهای دراز آید به همین کسلی که شما دارید در لابراتوری ها تجربه میگذراندند و نهایت نتیجه خوب را به دست آوردند. اوید به بیماری هم؟ ها بله. در مد اول بیماری را از سراحت باز می داشته است و انکشاف یابیش را نیز منع می کرده است. اما تنها داروها کمی گرانند. چقدر بوده است؟ یک طبابت تقریبا 250,000 لیره می شود. من در حسابم اینقدر پول ندارم جناب مله. لیکن اویلتون دارد کو. در وقت تجربه آموزی هم در عرفه با پدرتان شناس شده بودم. اگر یک روی نکرده بیماریتون رو به اویلتون گویید. نه ایستید یک دقیقه. من نمیخواهم که اونها فهمیده غمگین شوند. اما من یک چیز رو فهمیدم میخواهم. چی رو؟ این طبابت بیماری ما رو نیست نمیکند. تنها انکشافش رو آهسته میکند. بله اما قریب 3 مراتبه. به غیر از این دیگر در عالم طب برای کسلی شما طبابتی وجود ندارد. ممکن در آینده یگان دارو یا طبابتی یافت شود که از ریشه‌اش این بیماری را نیست کند. یعنی برای وضع این مبلغ به من وعده آهسته مردن رو میکند؟ گوش کنید این فکر شما غلط است. این طبابت رو نمیکنیم جناب مله. اما من از شما منت دارم. نفهمیدم. برای من مصلحت خوب دادید. برای من نه. برای طلبه های مکتب بسیار یک مصلحت عجیب دادید. 525 526 527 528 529 530 بچه ها با این پول سپورلاتو بازی کنیم چی یکی میبوریم؟ راست اگر بریم نه تنها مکتب حیاتی هممون خوب میشود. دعا کنیم که یگان کس با ما یاری دهد وگرنه
این کار بالا تو پاتو حل نمیشود. آخر همه این جانکنی برای همین است برادر. لیکن دیکی نجایب گپ زد. تشکر. من رفته یگون ظرف بیارم. این قدر تنگه رو در جیبم مرده نمیتونم. همین جایند. شما با چی کار مشغولید؟ گفتم ممکن سخاوتمندان برای مکتب یاری میدهند. بعد همین فکر به سرمان آمد. دادری داناچه من. شما چیکار کردید؟ از بانک پول گرفته توانستید؟ تماما پول نمونده است. مادرم یعنی مادرم دارم با وکالت عمومی همه پولها رو از بانک گرفته است. اکنون کاری افتنی پدرم هم برار نگرفتم. غم نخور. در هر یک کار خیری وجود دارد. انشالله او رو میابیم. احتمال زودتر یابیم. شما نزدی بچه ها رو بید. من از اونجا ظرف گرفته میآیم. بایدش. بچه ها استودانی اومدن. استودانی اومدن. ای مانده نباشید بچه ها. خوش آمدید استاد. تیاری ها؟ اکا کی بودند آنها؟ چی گپ شد رفیقان؟ تکین رو کیا دوزیدن؟ چرا دوزیدن؟ هیچ نمیفهمم. عجبا خانم خاندان این کار رو میکرده باشد. گمان نمیکنم. او این طور نیست. پلیس چی گفت؟ هیچ چیز رو نمیدانند. ماشین رقم دولتی نداشت. با بالای این روی آنها رو کسی ندید. یعنی کارشان رو خوب میدونستند. نمیفهمم آخر این بیعقلی است. چرا این کارو کرده باشند؟ چرا همه این به سر ما میآید؟ حاضر چی گپ بودنش را میفهمیم. لبای کیستید؟ دادر دلستی ماست. اما با کاری نداریم. اما پدرت لازم. پدرم؟ اگر ساعت 12 در فابریک کونه بیکوس پدرت حاضر نشود دادرتون کشته خواهد شد. یک دقیقه. ما پدرمان رو 20 سال باز میکوبیم. در بین 20 ساعت خیلی رو میبیم. اگر به پلیس خبر دید دادرتون نمیرد. پدرتون اگر در وقتی گفتن در جای گفتن نشود دادرتون رو میبرونیم. اکا چی گپ شد؟ میگویند که با تکین کار ندارند. پدرم رو میخواهند. پگاه تا ساعت 12 وقت دادند. کی و چرا این کار رو کردن میخواهد؟ نمیدونم. تنها یک راه داریم. گفته آنها را اجرا میکنیم. این دفعه به پلیس خبر دادن لازم نیست. بعد چی کار میکنید؟ هر روزه بر این حرکت میکنیم. احتمال ما رو مشاهده میکنند. هر روز به مکتب میرویم و بچه ها میگویم که تکین رو یافتن. او با ما شوخی کرده است. چقدر که احتیاط کنیم همون قدر برای ما خوب است. بعد ساعت 12 من به جای گفته اشان میروم. احتمال یافتنی پدرمون کم است. شاید چیزی از دستم آید. من هم میروم. نه پینو تو نمیروی. اکنون چیکار میکنیم؟ یوسف رو چخیل بیابیم؟ باید به گپ‌های شما گوش نمیدادم. از دوستداری فرزندم استفاده برده. جای ضعیفم رو یافتید. به جناب یوسف جبر می شود. اصلا یک کس هست. بله شاید از وی. در کجا بودن یوسف را فهمیده توانید؟ خیر چرا ایستادید؟ زنگ زنید آخر. بابا شما باید جای امک یوسف رو گویید. آخرین مسئله حیات است. قول دادم آخر گفتن نمیتوانم. آخر تکین رو میکشند. شما همین خیلی خاموش میستید. هیچ کار نمیکنید. البته یکم کار میکنم. به یوسف خبر میدیم. بعد خودش میداند. اکی جمال یوسف باز من نزدیک تو رفتنی بودم. اکی جمال مرا کشتنی بودن. طرفم تیر براندن. چی؟ آنها کیستند؟ چرا مرا کشتن میخواهند؟ اکی جمال مرا پنهان کنید. به من یاری دهید. برو شو یوسف.
آنهایی که تو را کشتنی شدند انس در دست آنهاست. پسرم را چرا دستگیر کردند؟ با او کاری ندارند. آنها تو را میکوبند. تا پگاه ساعت 12 وقت دادند. اگر ساعت 12 در فابریکه کهنه بیکوز نشوی. یوسف لبای پدر این من. لطفاً جنگ نکنید. میدونم که جای یوسف را میدونید. او به من لازم است پدر. بس کن این احمقیت را. تو همین کار را کرده ای. همش نقشه توست میدونم. نه من به این علاقه ندارم. من او را برای شفیق پلیس از این کار خبردار است. پلیس؟ چی نقشه داشته باشی سری وقت است دست کش. عاقبت این کار خوب نیست. به سرمون بلا آمد. بلا. فراموش نکن مثل هر وقت حرکت میکنی. قد و قامت راست گویا هیچ واقع رخ نداده است. خوب؟ مالا شکا. از دستمون دیگر هیچ چیز نمی آید. آیسته چیزها رو جمع کنیم خوب می شود. این چی کار است؟ یک مکتب کلان رو برای یک دو سوم پول؟ یعنی همین خیلی بر اومده می رویم. مکتب رو خالی میکنیم. قرار سودانی است. پول رو یافته نتوانستیم. اکنون با بچه ها این رو میفهمونیم. شاید طلبه ها اعتراض کنند. میدونم. از همین سبب با آنها عبرت میشویم. از دستمون آماده رو کردیم. شما هم کردید. به شما فهمانده بودم که همه این رضاگی آفریدگار است. میدونید. و شاید این درست است. چی خیلی استاد. مادرم بیکار میماند. من باشم به مکتب. کجای این بخیر؟ میدونم که حاضر در نظر شما همه چیز بد میتوبد. امید و باوری را نباید از دست دهیم. و هیچ وقت فراموش نکنیم که ما تنها نیستیم. همه این گپ‌ها را برای آن گفتم که از شما رفتار خوب و مناسب را انتظارم و به شما باوری دارم. میخواهم دانید که من با یکایک شما افتخار دارم. سلام استاد. خوش آمدید. از شما یک خواهش دارم. با ما یک روز مهلت دید. برای جمع کردنی. معلوم که اینجا مکتب خورد نیست. نمیتوانم. آخر همگی یک روز. شما چه خیلی انسان هستید؟ نمیتوانم چون که پول لازمه به حساب مشتری هم گذشت. اکنون حاجت به خالی کردن مکتب نموند. مرحمت. این عریضه درباره رازیگی دادن مشتری است. دیگرش را خودتان حل بکنید. بخیر باشد. من رفته دست این رکم رو بوسه کنم. یک بورک. من کار دارم. من دادر جان. سراسیم هم سردید. مرا با حالم گذارید خدایا. شما چی خیال آدم؟ قربانت جمع. مانید مرا. دور شوید. از پیشم دور شوید. یک بورک اکا. قربانت جمع. تشکر پدر. با این مبلغ دادهتان اونقدر کاری خیر کردید که تصور کرده نمیتوانید. شما را با مادرم در استانبول انتظار هستم. بله پدر جان بیایید. نه چی زحمت. صدقه قدم هایتان میشوم. خیر تا دیدار. مادرم را ببوسید.
چیتر با آنها در تماس شدی؟ نه، باید رقم تلفنی را از سراغ داشته باشند آخر. میدانید یک کتی است در آنجا. رقم تلفنت را میگذاری، آنها به تو زنگ میزنند. خیر، باز یک رقم دیگر مونیم. آنها به ما زنگ زنند باز. تیر از کمان جاست. من بعد هر کاری که میکنیم به سرمان بلای نو میخریم. شد بس بودگیست. من به پلیس خبر میدهم، همه‌اش رو با اونها میگویم. چی میگویید؟ ما آدم کشتنی بودیم اما اکنون دست کشیدیم. با او یاری دهید. پیش از همه گویم که من خودم را قفا میکشم. فکری تکین را هم کنید. اگر فهمد که مادر اندرش پدرش را کشتنی است چی میگوید؟ روز بخیر. من جمال جان سیور به شما یک خبر دادنیم. اوید به پسری دزدیده شده. نمیدانم چطور، اما پسرم شفیق جان سیور در این کار دست دارد. خودش باشد مدیر لیسه بلد است. از قفای همین ماشین در پیش بوده روید، اما اونقدر نزدیک نشد. خوب شد. نمیخواهم فهمد که ما از قفایش خوب فهمم. من عمر ایدین 25 ساله هستم، معلم فلسفه. شما همه این رو میدونید. من میمیرم. یک ماه پیش فهمیدم که 1 سال عمرم مونده است. اوچه این رو نه به شما، نه به پدرم و نه به کسی دیگر گفته بودم. نخواستم که شما رو غمگین کنم و نخواستم که وقتی مردنم مرا ببینید. اصلا این قید رو برای اون کردم که فهمید که من چی طور وقتهای آخر دیگر شدم. از مردن نمی ترسیدم تا اون زمانه که او رو دیدم. نامش پینوروچه، او بر این صاف و شفاف. اکنون چرا نمیدونم. میترسم که مبادا او را دوست دارم و بعد پرتافته بیروم. آسان نمیشود.
پسرم. پدر؟ این من پسرم. برای گرفتن تو آمدم. 20 سال دیر کردید. دیر کردم میدانم، اما باز آمدم. دخترم بینور. دینور. دخترم